دوستانی عزیز، دوستان برای پیشرفت کاری ما ابونه شدنро و لایک گذاشتنро فراموش نسازید. این همه زحمت‌ها به خاطر شماست. برای زحمت‌های ما را قدر کردنتان از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتان. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. مرا ترساندی. شما بازی میکردید. باز من فکر کردم که خوب هستم دخترم، لطفا درباره من تشویش نکن. چی بفهمم وقتی که تو را ای قسم دیدم باز ترسیدم. به هر صورت حالا دیگه دخترم بیا که بریم. کمی دخوام بازی میکنیم. نه خیر شام باز بازی خود کردید. بیا که لباسات تبدیل کنم که چرک شده جان مادر. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, барои бемории псориаз ё бақувват кардани мардонагӣ ё бемории пӯст ва инчунин доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои BCA, протеин ва генерҳои софсавдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. چنار تو خوب هستی جانم؟ چیزی نیست خواهر. چرا دروغ میگی خواهر؟ چهرت خود چیز دیگه میگه جانم. همراه درو بازی میکردم با سرم دور خورد. راست میگم چیز قابل تشویش نیست. حالا بیا که بریم، نه وقت خود شد. کل چیز خوب پیش میره. شما هیچ تشویش نکنین. ترگوت فرهاد پیدا میکنه. امی که فرهاد جرم بگردن بگیره. باز تا شام شما را از اینجا بیرون میکنن مادر جان. خب چنار او چی کرد؟ انشالله که به نواسایم نگفته که مادرشان است. اگه شما نباشین باز مخوا اینجا هستم مادر جان. چی فکر کردین من اجازه میتم که ای کار کنه؟ ها امرای سحر کلگیشان یک جا شدن که ای کار کنن، اما مامانشان میشم مادر جان. آفرین، بالاخره یک کار خوب کردی هر روز. مادر جان من میرم که ترگوتا ببینم. اگه او آمده باشه باز با زودترین فرصت شما را از اینجا بیرون میکنیم. برش بگو که ای کار زود خلاص کنم. من دیگه صبر کردن نمیتونم هر روز. از زندانی ماندن شما در اینجا کسی که زیاد خوش میشه او ما هستم مادر.
اما چی کنم دیگه تقدیر است. از روزه که عروسی کردیم در جنجال شما هستم. من میگم خداوند ازتان راضی باشه بیادر. اگر مادر کلان خدا نبینم و بارم بسیار جگرخون میشم. حالا دیگه زود باش. پیش از اینکه ترگوت پدر زنگ بزنه باید درست است. فقط 2 دقیقه دیگه تنها اونا را میبینم و دستایشان میبوسم، اما قدر بس. خیرت باشه. اتاق مادر کلانت ندیدی؟ راستش فکر میکنم اونا را با اتاق دیگه برده باشم. بیا که اتاق مادر کلانت از اینجا بپرسیم. بیا پیداش کردم. وضعیت چطور است؟ انشالله که خوب استی. بله ترگوت پدر بگوین. چی شدی ارجمند؟ برات نگفتم هر چی زودتر به حوزه بیاین؟ پدر جان در شفاخانه هستیم، چند دقیقه بعد از اینجا میبرایم. گفتی شفاخانه؟ در اونجا چی میکنین؟ چیزی شده؟ ترگوت پدر ای فرهاد کدام مادر کلانه پیر داره. شله شد که به بار آخر میخواه مادر کلان خدا ببینه، باز مام تحمل نتانستم او را اینجا بردم. احمق تو عقلت از دست دادی ها؟ مرا دیوانه نساز. حالا دیگه او را بگی بیا. اطاعت میشه پدر جان، همین حالا میبرایم. توبه منم میفهم که یادم چی کمال داره. ترگوت پدر چرا پشت یه احمقه گرفته؟ خاله نواسط کجاست؟ خاله زبانت قرد کردی چطور؟ نواسط میگم فرهاده چی شد؟ دوسیه چنار پایراز آماده شد دکتر سه و ایم تمام مایناتش است، بفرمایید. تشکر. کدام مسئله جدی است دکتر صاحب؟ عاجل به مریض زنگ بزن که اینجا بیایه. درست است دکتر صاحب. کاش که در خانه می بودی. تو هنوز خوب نشدی. ما و سهر متوجه اینجا می بودیم. مام گفتم کسی نشنید. پشت اینجا دق شده بودم، نمیتونستم که در خانه باشم جانم. مادر جان مام پشت دق شده بودیم، اما از اینکه تو را چیزی نشم میترسیم. خدا نکنه اما بدون تو 1 دقیقه بودن نمیتونم. ما جواب میدم مادر جان. بله گفتی شفاخانه؟ بله بگویین چرا زنگ زدین؟ من دخترش هستم، میتونین که برم بگویین. چی کردین؟ از شفاخانه بیرون شدین؟ میفهمم که بالایم قهر میشین، اما او فرهاد فرار کرده. چی؟ چی میگی احمق؟ چطور فرار کرد؟ چی؟ گفتی فرار کرده؟ با من بده. بله بفرمایین، من چنار پایراز هستم. این قسم است. بسیار تشکر. شما هم سلام مرا برشان برسانین. چی شده؟ چرا زنگ زده بوده؟ نتایج معلوم شده دختره. چیزی نبوده، گفت قابل تشویش نیست. خدا را شکر. وقتی که خبر خوش رسید
باز حالا دیگه با کار خود شروع کنین. مشتری خود آمد. سهر دخترم، رومی ما خلاص شده، برای زحمت میشه. برو یک ذره رومی خوب بیار. ببین در داخل پول هست، فهمیدی؟ درست است هدیه خواهر. سنار چی شده خواهر جانم؟ چرا یک قسم جگر خون شدی؟ خواهر باید عاجل به شفاخانه برم. دکتر خواسته که مرا ببینه. حالا که سحرم نیست با زود میرم و پس میایم. درست است؟ البته خواهر تو زود برو. اما دلت جمع باشه، تو چیزی نمیشه انشالله. بسیار خوب شد که مادر من روان کردی خواهر. هنوز کاملا خوب نشده که به کار شروع کنم. درو چی شده یک دانیم؟ دخترم تو چی شده؟ اوه پیشانیت زیاد گرم شده. دختره که چی شده؟ نیک مریض شده بیچاره. صبح خوب نبود، گفتم شاید با دوا خوردن خوب شوه، اما حال تپش زیاد شده. عادیه خواهر، گفتم امروز همراهت کمک میکنم، اما یک دفعه دخترم پیش دکتر ببرم. البته که ببر دخترم، کار منتظر می باشه اما مریضی نه. تو هر چیزی داری پیش دکتر ببر. زنده باشی عادیه خواهر، من زود میام. حالا دخترم بخیر. خانم چنان خسته نباشید. بیاین بشینین. برام خبر دادن که میخواین امرم گپ بزنین. کدام خبر بدخون است نه؟ درست است جانم مادر، حالا دکتر معاینت میکنه. لطفاً چیزی بگوین دکتر صاحب. مرا چی شده؟ دلم میخواست براتون خبرهای خوب بتم خانم چنار، اما ضربه‌ای که در سرتان خورده دچار یک مریضی شده. یعنی به گفته مردم هم شما بالونجوک دارین و این بالونجوک زندگی شما را به خطر مواجه میسازه خانم چنار. یعنی که من میمرم. لطفا یک چیزی بگوین. من چقدر وقت دارم؟ چند ماه؟ چند روز؟ لطفا برم بگوین. بگوین تا بفهمم. با شنیدن ای گپا ما عادت دارم. جان ما امانت خداوند است. از این خاطر از مرگ ترس ندارم. یگانه ترسی که دارم جدایی از اولادم است. ما براتون وقت دادن نمیتونم، اما این حالت زندگیتان به خطر مواجه میکنه. این قسم فکر کنید، در مغزتان یک نوع بم وجود داره، معلوم نیست که چی وقت انفجار میکنه و شما با او یک جا زندگی میکنید. پس این مریضی تداوی نداره؟ کدام دوا، کدام تداوی خاص؟ باید هر چیز زودتر عملیات شوین. خب اگه عملیات شوم زنده میمونم؟ متاسفانه عملیاتم دوای خاص به حالت نیست. یعنی حتی عملیاتم؟ متاسف هستم، اما بله شاید از این عملیات برآمده نتونه. در وجود شما احتمال از این زیادتر است. شما میگین که مریضی ما خوب شدنی نیست، همونطور است؟ باید هر چیز زودتر تصمیم بگیرین، چون هر ثانیه شما را خطر مرگ تهدید میکنه. من تصمیمی چی بگیرم دکتر صاحب؟ چند لحظه پیش گفتین که ما کدام راه نجات ندارم.
اگر عملیات نشین باز هیچ رای فرار وجود نداره. اما اگر عملیات شوین باز شاید یک امید برای زنده ماندن پیدا شود. تصمیم به دست شماست. ما به صفت یک دکتر توصیه میکنم هر چیز زودتر عملیات شوین، چون زیاد وقت ندارین خانم چنار. مادر ابراهیم که خانه بریم. درست است دخترم، امی که ماینیت خلاص شد باز میریم. فهمیدم دکتر صاحب، فهمیدم. یعنی در هر دو حالت حتما میمورم. خدای همه چی خود کردم. لطفاً برام یک راه حل نشان بده. خودت میفهمی که ترس ما مردن نیست. با خاطر جدایی از اولادم میترسم. درست وقتی که به اولادم میرسم و حال میمرم. ما حالا بس هر چطور بگویم که من میمرم. بیا یک دانیم که بریم. تو کجا میری ترگوت جان؟ منتظر مام خو باش. کجا برم دیگه زحل؟ او فراد لعنتی رو پیدا کردم میایم. درست است مامم رایت میایم یک جا میپریم. زحل چتیات نگو، تو در اونجا چی کار داری؟ باز مرا ناقدا جنجال ننداز. گفتم مامم رایت میایم ترگوت. به جایی که در خانه بشینیم و تشویش کنم هم رایت بیایم خوب است. تو طرفم سیل نکو، اعصابم زیاد خراب است. بیازو از دست تو به حالت رسیدیم. دروغ میگم، نباید بالای او ارجمند باور میکردی. او لوده کدام کار درست تا حال انجام داده که ای کار انجام بده. ما چرا از این آمدیم آقا عمر؟ این خورای خانه نوردانشان نیست اما تو نیست؟ نه که شما؟ بله خانم اسما، با خانم نوردان گپ میزنم. اگه قبول کنن میخوایم وکیلو نوشوم. این خود درست است، اما با شنیدنی گپ قهر خوش شد. حق نداره که قهر شوه، حالا که وضعیت زندگی و قسم است. باید سیره قبول کنن که قسم کو به خاطر موکل شهر کار انجام میده. ما مرکاری که از دست ما بیای انجام. کار خوبی کردین. خدا کنه خانم نوردان قانی بسازیم. بیاین که بریم، نباید وقت خود ضایع کنیم. ما براتون وقت دادن نمیتونم، اما ایالت به زندگیتان خطر بزرگی را مواجه میکنه. فکر کنید در مغزتان یک بمب وجود داره، معلوم نیست که چی وقت انفجار میکنه و شما با او یک جا زندگی میکنید. اگر عملیات نشین باز هیچ راه فرار وجود نداره، اما اگر عملیات شوین شاید یک امید برای زنده ماندن پیدا شود. تصمیم به دست شماست. ما به صفت یک دکتر توصیه میکنم هر چیز زودتر عملیات شوین، چون وقت کم دارید خانم چنتر. خدای خودت تمرین کمک کن. قسمی که با کمک تو 20 سال زندان سپری کردم، همون قسم بازم رایم کمک کن. هر قدر روزی که دارم، هر قدر وقتی که دارم برام قوت بده تا همراه اولادم یک جای سپری کنم. گوش که خانم امینجا استاد میشیم یک عکس میگیریم. درست استاد شوین. آفرین. خدایا برام توانایی بده.
تا آخرین نفسم در کنار اولادایم باشم. شاید من 20 سال گذشته خود تلافی کردن نتونم، اما باید عمر باقی مانده خودم روی اونا باشم. تا وقت مردن میخوایم همراه اولادایم باشم. دسترت اونا نمیخوایم بمرم. خدایا تو کمکم کن. پیش از رسیدن به اولادایم جان من نگی. چیری زیباشانه و خوشبوی بدنشانه برای نصیب کن. یک بار دیگه شکرگزاری میکنم. تو چی کردی؟ برات نگفته بودم چشمت از آدم دور نکو؟ چطور تونست از پیشت فرار کنه؟ مرام فریب داد ترگوت پدر جان. گفت تو از خود پدر و مادر نداری. باز تو هم باور کردی؟ من دیگه از کجا بفهمم که اتو میشه؟ میخواستم برش خوبی کنم اما مرا فریب داد. با چشمم خاک زد و فرار کرد. کل شفاخانه را گشتم اما پیدایش نتونستم. آقا ترگوت، فرهاد شاید به خانهش رفته باشه. چند لحظه پیش خبر آمد در اونجا بچه کاکایش بوده. اگر در زیر زمینم بره پیدایش میکنم. تو فقط نشانیشه بپرس. درست است آقا ترگوت. بیاین ما میریم. تو انسان نمیدانی که در این دنیا نمیمانی. تو را آیا چون این روزی که اندر گور میمانی. کجا شد آدم و هوا، کجا شد نوح کشتیبان که وقتی بود در طوفان خدایش بود پشتیبان. کجا شد یوسف مصری جمالش بود چو خورشیدی. زلیخا بانوی دربار تمنا کرد از آزاری. کجا شد آن سلیمان را که شاه و جنت و دیوان را. کجا شد عاقبت تختش که در روی او نبود. کجا شد حضرت موسی خدا دادش معجزش عصا. بسا جنگید با فرعون که غرقش کرد عاقبت دریا. کجا شد آن حبیب الله محمد ابن عبدالله شب معراج که بر کرسی حضورش خواند آن الله. نبی الله در این عالم به مثل ماه تابان بود. جمال نازنین او دل آرام صحابان بود. عمر مرد دلاور بود. نبی را یار و یاور بود. به هر امری که او می گفت خدا از رفع او خوشنود. علی داماد پیغمبر که بود شیر خدا حیدر. علی مرد شجاعت بود، مسلط بود او به هر در. همه چون رفتگان رفتند، همه باری سفر بستند. دیدم یک با یک دوستان از این دنیا کجا رفتند. به مثل یک مسافر باش زمین و سو پناهگاهی. به قبرستان گذر بینما به گورستان نظرگاهی. ببین بسا هزاران را بسا به چشم خود دیدی. هزاران پیر و جوان را بسا به رنج ها دیدی. بسا چو رنج ها بردن ولی چون روز آخر شد همه یکسان خوابیدن به اون روزی که آخر شد. تمام افسوس فراموشی که آبی مرگ می نوشی. از این ناز و از این نعمت آخر تو یک کفن پوشی. مرگ می آید. مرگ. ای مرگی مردان زندگی، ای نامسلمان زندگی. گه بنامم میده مشتی فراوان زندگی. باید تحمل کنی چنار. تو به خاطر یک امید خورد 20 سال تحمل کردی. حالی هم باید تحمل کنی. وقتی که ده حسرت اونا میموردی خداوند برای دیدن اونا را، شنیدن صداهایشان، دیدن طرف چشمایشان نصیب کرد. دیگه نباید منتظر باشی چنار.
تا وقتی که چتن و اسما مادر صدا نزنن از کوششات دست بردار نشو. خدای خودت کمکم کن. بیازوی جان یک امانت است. لطفاً کمکم کن. مرا تنها نمان. وقت طرف اونا سل کنم، وقت دستاشو بگیرم، وقت جانم بگی که اونا مرا مادر بگوین. بیازو ما با خاطر همین لحظه سالها منتظر بودم. اگه صداتشان میپالین در خانه نیستن. راستش آقا، ما خانه خانم نوردانشان میپالیدیم. نوردانم چند دقیقه پیش برآمد. بفرمایین کدام گپی است؟ ما وکیل خانم نوردان هستم. اینا خانم اسماستن. میخواستم امرای خانم نوردان گپ بزنم. فکر کنم نیست. نوردان امرای وکیل چی کار داشته میتونه؟ راستش آقا مر وکیل اوناست. توبه یعنی اونا از هم طلاق میگیرن؟ این مشکل جدی است. متاسفانه. ای خدای من بسیار جگرخون شدم. باور کنین هیچ وقت فکر نمیکردم که اینا از هم دیگه جدا شون. شما شاید تا قاصدات بشناسین. اگه خواهش کنم باز میتونم کمی با هم گپ بزنیم. میخوایم درباره قاصدات از ایتان چند سوال بپرسم. مشکل نیست. در پایین یک چای خانه است اونجا بریم. بیاین بفرمایین که بریم. خانم چنار از خانمادیه شنیدم آمده نما. به شما را دیدن نتونستم. خوش شدم که شما را دیدم. خدا را 1000 بار شکر که پس پیش اولادایتون آمدیم. زنده باشین. خاله جان یک جایی بیشین تو مانده نمیشی؟ آیی چرا مانده شوم؟ مثل جوانا جوانت. تو اگه در داخل باشی کارایی در بیرون انجام میشه، تشویش نکن. ما زحمت میکشیم کار میکنیم باز پولش اینا بگیرن. اوه جانم چی یک زندگی شیرینه. مامور پلیس اینجا بیا. چی میگی خاله؟ مرا دیگه چقدر اینجا نگاه میکنین ها؟ بچه میایه مرا از اینجا بیرون میبره. ببینین اون آمده؟ نه خیر خاله، هنوز که هیچ کس نامده. تورگوت خدا کنه ای بار کدام خرابی نکنی و کارتا به قسم درست انجام بدی. پس 15 سال میشه شما قاصداتا میشناسید؟ بله ها 15 سال میشه که میشناسمش. صدات آدم خوبی است، بسیار مهربان است. کل دنیای او بچه یک دانش بود. خدا کنه زود جور شوه انشالله. انشالله. پس رابطه قاصدات با همسرشون چطور بود؟ یعنی از قبل هم بینشان مشکلات خردریزه وجود داشت؟ نه هیچ مشکلی نداشتن. اونا کاملا انسانای بیجوره هستن. اما زندگی هست دیگه، چی بگویم نمیتونیم. اما زندگی دیگه ظاهر باطن انسان فرق میکنه. به نظر من شما در شناختن قاصدات اشتباه کردید. اشتباه نکردین. 15 سال میشه که من او رو میشناسم، هیچ اشتباه نمیکنم. اما چند لحظه قبل گفتن که کدام مشکلی نداشت. من حقیقت داره. به جز از مریضی بچهش دیگه هیچ مشکلی نداشت. صدات خدا فدایش کرد. به خاطر بچهش خدا به آتش انداخت. یعنی چی دلیل داشته میتونه؟ صدات به خاطر تداوی بچهش کلی دروازه را تک تک کرد. اما کسی برش کمک نکرد. مجبور شد پیشنهاد زن قبول کنه. یعنی شما میگین آقا صدات به خاطر تداوی بچهش پیشنهاد عروسی خانم قبول کرد، اما تو نیست؟ بله. چنار چی شد؟ کدام خبر بد خونه داد؟ نه دکتر برای چی گفت؟ چیزی نیست خواهر، چیزی نیست که به خاطرش تشویش کنه. فقط برام گفت که استراحت کنن. اگه اجازت باشه میخوام بخوابم. چنار برام حقیقت بگو، دکتر برای چی گفت؟ طرف مثل که خواهر کن. من از چشمت کلو چیز خونده میتونم، تو ازم چیز را پت میکنی نه؟ ما دوستای روز بد و شریک کننده دردای ما نبودیم تا امروز ما از یکی دیگه خود کدام چیز را پت کردیم.
حالا چرا ازم پت میکنی؟ خواهر حقت حلال کن. مریضیم بسیار جدی است. من میمرم خواهر، میمرم. چنار تو چی گفتم میری خواهر؟ تو میفهمی که تو چی میگی چنار جانم؟ من میرم از دکان میپرسم، تو دکانای دیگر رو ببین. متوجه باش کنی نام فرهاد با زبانت نبیاری. اگر کدام نفر داشته باشه باز کار ما سخت میشه فهمیده شد. ما حالا بچه کاکایش میپالم، یعنی اول او را پیدا میکنه. درست است بیادر، تو تشویش نکن. درست است. خسته نباشین کاکا جان، وقتتان بخیر. اگه فرهاده پیدا نکردیم چی؟ اگه وقت خدا گم کرده باشه باز وقت چی خود کردیم ترگو؟ دانتا بخیر باز که زحل حتما پیدایش میکنیم. دقیقه وقت کم بیرون از کشور خو نرفته. به خاطر نجات دادن مادرم بجز از پیدا کردن فرهاد راهی نداریم. بیازی یک دفعه از دست ما فرار کرد. در کالا جای پلیس او را میپالن. اگه پیش از ما پیدا کننش چی؟ اگه قبل از اینکه پیدایش کنیم و قانع بسازیمش به پلیس همه چیز بگویی باز چی کنیم؟ دقیقه مادرم نیستی نه؟ مشکل تو نجات دادن خودت است. خدا میفهمه پیش از زن رفته چی زاری کرده باشی که نامت نگیره. زن بیچاره حتی دولت هم ازش خواستی که طرفداری تکنه. خیر باشد ترگوت. فکر کردی تنها درباره خود فکر میکنم؟ ناق گناه های ما بگردنت میگیری. مطمئن باش به خاطر این موضوع پیش مادرت یک کلمه هم نگفتیم. درست از زحل بس است. نشه کار علاقه امروی تو جنجال شروع کنم. فاتح چی شد ارجمند؟ نشانی فرهاد پیدا کردم. خانه بچه کاکایش 2 کوچه پایین است. حالا زود شو که بریم. در قسمتم نوشته شده که بدون انجام دادن وظیفه مادریم از دنیا برم. تنها سر تو اعتماد کردم میتونم. اولادایم اول به خداوند، دوم به تو امانت میمونم خواهر. در نبودی من از اونا مراقبت کن. ات نگو چنارم، خدا نکنه که تو شبه حتما سوی تفاهم است. بیبی با گپای من گوش کن. پیش یک دکتر دیگه بریم، یک بار دیگه معاینه کن، شاید نتیجهش دیگه چیز باشه. این دوم دکتر است که پیشش رفتیم اولیش زنگم زده بود. زنگ زده بود اما ماما نداره خواهر. وقت باقی مانده من بجایی که با آدم سپری کنم نمیتونم پشت گپای دکتر بگردم و منتظر باشم. این مریضی کدام دوا یا کدام چیز دیگه نداره خواهرکم؟ یگانه راهش عملیات است، اما او هم بسیار خطر داره. وقت میفهمی که خطر داره پس امیدت از دست نده، میشه که بخیر خوب شوی. تو درک نمیکنی خواهر، از این عملیات امید زنده برآمدنم کم است. اگه عملیات کنم باید زودتر تصمیم بگیرم، اگه نه به ضررم تمام میشه. باز ناق وقت دیدن اولادم از دست میتم خواهر. من از مردن نه، از این میترسم که باز اولادم دیدن نمیتونم. چنار تو خوب هستی خواهرکم؟
خوب هستم خواهر. تو خوب هستی خواهر؟ آی بچه کاکا، خودت از چی جنجال بند ساختی؟ با خانم آسیا باور کرده برای غلط رفتم. کاش باور نمیکردم. از کجا میفهمیدم که اگر روز به این وضعیت دچار میشم کل مشکلات پشت پشت سرم میاد. خب دیگه بازم از بد بدترش تو با. اگر نیالت از زندان نبودی بچه کاکا. راست میگی. اگر نیمان باید زندانی میشدم. نباید قسم شوه. هیچ قسم یک زندگی است. ما جان خدا از کوچه پیدا نکردیم. اگر پیش رویم کل دنیا را بانند باز به خاطر هیچ کس نباید زندانی شوم. میفهمی؟ پس حالا میخوای چی کنی؟ اگه اونا باز با تعقیب تو باشن چی؟ نه خیر بیادر. چرا با تعقیب ما باشن؟ اونا شاید فهمیده باشن که مادرشان باید جزای خدا ببینن. وقت خدا ضایع میکنن. بیاز و چند روز بعد با آلمان میرم. بازار کار کنن پیدا کنن نمیتونیم. خدا کنه می قسم شو بیادر. زنده باشی جان بیادر. منتظر کسی بودی؟ نه. صبر کو، نباید باز کنیم. یک دفعه باید ببینیم که کی است. تو مطمئن هستی که جایش درست است؟ بله درست است ترگوت پدر. نشانی که دکاندار داده بود همینجاست. کی باشه بچه کاکو؟ من میگم خدا رحم کنه. حتی مرا پیدا کردن اینجا آمدن. خنده بیادر کمکم کن. من نمیخوام که زندانی شوم. مرا یک جای پاتو قربانت شوم. صبر کن من برات یک چاره پیدا میکنم. حتما یک راه حل پیدا میشه. یک کلید موتر را بگی. در اونجا موترم است. از راه پشت سر برو. خیر ببینی بیادر زنده باشی. تو دیگه برو بیادر. حالا چطور هستی؟ کمی خوب شدم خواهر. چنار همیشه قوی می باشه خواهرم، بسیار قوی. هیچ وقت نمفته. تو را که تو میبینم دلم پارچه پارچه میشه. بیا زد نکو. پیش یک دکتر دیگه بریم. خواهر زیاد شرع نشو. هم خدا و هم مرا ناامیدوار نساز. قسمت همیه است چیزی که نمیتونیم. خاله ایشه یک دانه خیرت باشه. ای چی حال است؟ نیکه کدام چیزی شده؟ سحر باید از اگه با چیزی نیست دخترم. مشکلاتی که سر ما آمده بود یک بار به خالد گفتم. از این خاطر هم با تو احساساتی شده. دلم بردان ساخت. دیگه درباره او روزا فکر کردن جگر خونی نکن. کلش گذشته مونده. از این بعد کل چیز خوب خواهد شد انشالله. انشالله دخترم. فقط میخوام تا آخر عمرم را تا یک جای باشم. از خداوند تنها میره میخوایم. خاله ایشه کلونم درد میکنم. اپرم دکتر دوا داد. همین که خوب شدم بازم را تا شدیری میکنم نه؟ البته که بازی میکنیم دختر مقبولم. حتما با هم ساتری میکنیم. وقت آمدن به دکانم دیدم که نبودین. فکر کردم وقت رو بسته کردین. امروز باز میخواین کدام جای برین؟ خمیر خلاص شده بود. خانه آمدم که از سر خمیر کنم. باز خود رفتم دیگه. خوب است پس ما امروز کمک میکنم. بیا دخترم. تو کجا میری؟ استراحت کو. باز نشکده کدام جای بفتی. وقت بسیار کم است. این لحظات برای بسیار ارزش داره تا با دختر نواسم سپری کنم. درست میگی خواهرک ماما. بس هر چی را نگفتی ها. اولادت است. حق داره که از این گپ خبر شود. برش چی میگفتم؟ ای که من میمارم خواهر. پیش از این که زندگی از تیرشایی من میمارم.
مادر کلانت شماره لاکده میده. میگفته بسیار وقت کم دارم من میمرم. اما ماما نداره خواهر. بجایی که میگفتم او گریه میکرد، بهتر است که یک روز با هم خوش باشیم. تو هم برش چیزی نگویی خواهر. گفتم فرهاد کجاست لعنتی جواب بده. بیادر شما کی هستین؟ من فرهاد نمیشناسم. کی است فرهاد؟ گپم گوش کن. برم دروغ نگو یگانه میکشمت. برم بگو کجاست لعنتی. اگه باور ندارین برین داخل ببینین آقا. داخل شوین بچه‌ها، تمام خانه را بپالین. لعنتی کجا رفته باشه؟ اون فرهاد ترگوت پدر فرار میکنه. عجله کنین سوار شوین. چی گپ است ترگوت؟ سرعت بگی. این بار نمیخوایم از دست باتومه. باید خدا از اینجا گم کنم. نمیخوایم که زندانی شوم. کوشش کن که زودتر بری ارجمند. حالا کمرگام سرعت بگی. هیچ تشویش نکنین ترگوت پدر. این بار از دست ما فرار کردن نمیتونم. پیش روش رفتن نمیتونیم. پس باید تایریش پنچر کنیم. دیگر کسی میلاودر ساد کردن نمیتونیم. فاتح چیه سیل داری؟ هر زود شو فایل کو. تو چی میکنی؟ چرا متوجه نیستی؟ چی میکنی ارجمند؟ تیزتر برو. پدر پیش روی ما موتر است. آی خدا لعنتت کنه. کم مانده بود که گیرش کنیم اما بازم فرار کرد. این لعنتی کجا فرار کرد؟ حتما از این طرف دور خورده. بس چیره سیل داری؟ هر از زود تو هم دور بخور. مادر جان تو خود خسته نساز. به همراه عدی خواهر کمک میکنم. خوب درست است. من دوغ آماده میکنم. حالا تو برو بشی. گفتید که در کنار ما باشی خواهرم. مادر ما کشته شدیم. درست است دختری. اینه بگی یک دانی. تو چرا گپ ما گوش نمی کنی چنار جان ها؟ تو نباید کار کنی. فقط در کنار ما می باشی. فقط امی دختر. خواهر دلم نمیشه بشینم. در ضمن این کارا خود سخت نیست. بازم باید متوجه باشی. گناه از قصر خود ظلم نکو. حالا برو بشی. خدا حست راضی باشه.
خوشگو چشمم بالای سرت از فهمیدی گفته باشم. مادر جان با تو امبولانی بیارم از صبح که هیچ چیز نخوردی. نه خیر دخترم، زنده باشی، بدن میخورم. قربانت شوم کم متوجهت باش، بسیار ضعیف شدی مادر. گپره که میخواستی بس موچتن بگویی نیمه ماند. کم خوب شوی باز کل چیزه بر اونا میگی. انشالله دخترم، او روزم خواهد رسید. چرا نرسم مادر جان؟ شما را مشناسن و دوست دارن. من حال فکر نمی کنم که بعد از فهمیدن عکس العمل شدید نشان بده. در ضمن اگر دوی ما یک جا بگویم خوبتر خود بود. بعد از 20 سالم که باشه با هم یک جا زندگی خود کردیم مادر. من ایره حس میکنم. راستن دست اولادش گرفته نتونست، پیش خانوادش بوده نتونست، اما ما سالهای سال منتظر این روز بودم. ما با هم مثل یک خانواده خود بودیم. بعضی دشمناییم. اگه هر روز با اولادایم وقت خوش نداشتم و سپری نکردم از این دنیا نمیرم. بار دیگه اولادایم تنها مانده جای نمیرم. بار دیگه سرشان پیش کسی خم نمیشه. مادر جان با کدام فکر غرق شدی؟ مادر کجا میری؟ سهر بانش که برای دخترم قدم زده پس خواهد آمد جانم. مادر ما چی شده عدیه خواهر؟ قسم معلوم بشه که کدام مشکل داره اما با ما چیزی نمیگه. حوادثی که به سرش آمده کار ساده نبوده دخترم. بانش که یک چند دقیقه تنها باشه، اما کنار ما و زودی خوب خود شد انشالله. تو تشویش نکن جانم. درد و دوای او شما هستین، فهمیدی؟ این لوده کجا فرار کرد؟ گفتم کجاست؟ در کجا گم شد؟ این بار نمیتونه از دستم فرار کنه. هر قسم شده این لوده را پیدا میکنم. چشمایتون خوب باز کنین، چشمایتون خوب باز کنین. اونجاست پدر. ارجمند اگه این بار او را از دست بتی باز طرفم سیل نکنی. شما هیچ تشویش نکنین ترگوت پدر، چند لحظه بعد گیرش میکنم. آی سرم کاملا درد گرفت ترگوت. چی کدم میتونم زحل؟ برات 1000 دفعه گفتم نیا، اما کی به گفتم گوش کردی؟ شما دیگه کی هستین؟ دیوانه هستین چطور؟ از ما چی میخواهید؟ که مونده که مرا دستگیر کنن بیادر. لطفاً یک کار کو. اگر مرا دستگیر خود کردن لطفاً. آرام باش بچه کاکا. اول بگو در کجا هستی؟ خیره چند دقیقه تحمل کو بیادر. دیگه تحمل کردن نمیتونم بیاین. کم دیگه بیادر، کم دیگه تحمل کو. حال برای که برات میگم مستقیم برو. یکی از افراد خدا با محترم روان کرده. تو باید جایت تغییر بدی بیادر. از پیشان خدا کنه کو. مشنوی؟ فرار مشنوم بیادر مشنوم. امیال خدا اونجا میرسونم. با دوستت بگو که کم عجله کند لطفاً. لعنتی تو دیگه کی هستی؟ اگه ما رو نمیشناختین باز چرا تعقیب کردین؟ ما را چرا میترسونی بیادر جان؟ چرا؟ فرهاد کجاست لعنتی؟ او را در کجا پت کردی؟ برام راست بگو اگر نی همینجا از بین ببرمه. چرا بیادر گپا نمیفهمین ها؟ ما کسی را با نام فرهاد نمیشناسم، اما تو شما را مرا تعقیب کرده و با مرا تهدید میکنین. چرا؟ شما درباره کسی از ما میپرسین که ما او را نمیشناسم. پدر این لوده دروغ میگه، اجازه بتین که دندانایشو بشکنانم. اگه برام دروغ بگویی باز. بیادر من خود دیوانه نیستم. به خاطر فرهاد من چرا باید خدا در خطر بندازم؟ من خب همین نزدیکا میرفتم. هیچ نمیفهم چرا شما منو تعقیب کردین ها؟ خدا لعنتت کنه. ببینین پدر این لوده دروغ میگه، اجازه بتین که سرش اقرار کنم. ترگوت ما تباه شدیم.
بله نجات یافتم. نمیفهمیدم که قدر هوشیار باشی. حالا من قرضدار تو شدم. زنده باشی، خداوند برات برکت بده. خدا یارت بچه کاکا. لطفاً برام واضح بگوین دکتر صاحب. دو چیزا برام بگوین. این عملیات چقدر خطر داره و اگه این خطر نادیده بگیرم باز به این مریضی چقدر زندگی کده میتونم؟ نمیخواستم گپایی که شما را متاثر میسازه بگویم خانم چنار، اما اگه عملیاتم شوین بازم احتمال نجات یافتن 15% است. اما اگه نمیخواین خطر را گردن بگیرین باز قدرشم نمیتونین. قسمی که قبلا هم براتان گفتم، در مغزتان هم را یک بم شما زندگی میکنید. ای بم شاید فردا یام یک هفته یام 3 ماه بعد بکفه خانم چنار، اما امکان داره امروز بکفه. من بسیار امیدوار بودم دکتر صاحب. یعنی شما میگین که برای آخر رسیده؟ دیگه امیدوار بودن نمیتونم. تمام نعمتهای دنیا یک طرف، من بدونی ای که به اولادم برسم مرگ به من خاطر رسید دکتر صاحب. خانم چنار، برای ما آسان نیست که قسم یک گپه به کسایی که امید ندارند بگوییم. باور کنیم بسیار دشوار است، اما این تصمیم دشوار باید هر چیز زودتر بگیرید خانم چنار. نمیشه، من مرده نمیتونم. تا وقتی که با اولادم زندگی نکنم نمیخوایم بمرم. نفهمیدم. برام میگن که تصمیم خدا بگیرم، با وجودی که میفهمین یه عملیات سخت و دشوار است، بازم میگن که از اینا یکیش انتخاب کنم. میخوایم با همی وحضرت با اولادم وقتم سپری کنم. تا وقتی که زنده هستم نمیخوایم که عملیات کنم دکتر صاحب. نمیتونم. قبل از اینکه اولادم به دست بیارم به این شکل به مرگ خدا بسپارم. سلام مقبولک. قدرت تو در اینجا چی میکنی؟ یعنی چی؟ من پشت دق شدن نمیتونم. حالا دیگه بالا شو. راستش هیچ امکان نداره. اینا را باید عاجل به همین برسانم. حالا دیگه دل مرا نشکنن. فقط 2 دقیقه بعدن برو. یک چیز پیش ما مونده. گوشواره و گردن بندم خو همراهی من. درباره چی گپ میزنی؟ نمیفهمم. اگه میخوای خودت اونجا رو ببین. این چی است؟ بهتر از خودت ببینی قنده. اوه خدای من،
باورم نمیشه. نیکی خوشت نامد؟ نه خیر، بسیار خوشم آمد. اما قدرت ای چی معنی داره؟ فکر کنم دیگه وقتش است. حتی ناوقتم شده باشه. با کی زنگ میزنی؟ با وکیل زنگ زده یک بار خبر میتونم. بله چی کردی؟ او را فراموش کن. او فرهاد احمق از دست ما فرار کرد. درست است با امید دیدار. چی گفت ترگوت جان؟ اوضاع خراب است. میگه اگه فرهاد نباشه خانم آسیا را بیرون کردن نمیتونیم. چنارم اگه شکایت خدا پس نگیره مادرم جزای کلانه خواهد دید. حالا چی خود کردیم؟ با آسیا ما در وعده داده بودیم که بیرونش میکنیم. سر کلا ما بسیار قرض شده باشه. ای اوضاع را چطور برش خواد گفتیم؟ تا امروز به خاطر تمام مصیبتایی که از جانب انسانا برم رسید صبر کردم. به تو پناه بردم. اما این مریضی در مقابلی هیچ کاری کردن نمیتونم. هر کاری که تو بگویی همون کار خواد کردم خداوندا. بازم مثل سابق صبر میکنم. از هیچ چیز شکایت نمیکنم اما از اولادم دوری کردن نمیتونم. دیگه به هر قیمتی که شده باشه از اونا نباید جدا شوم. تا روزی که جانم بگیری من در کنار اولادم میباشم. لطفاً کمی تیزتر برین، من عجله دارم. مادر من اوزام نامدد یا خواهر پیازو بسیار عجیب رویه میکرد. ما دیگه کم کم به تشویش شدیم. تو خبرداری که کجا رفته؟ تو فکرای بد نکو دخترم، فهمیدی؟ کم قدم زده حال خود آمد. بعد از این همه حوادث نباید بالاش فشار بیاریم. چی کنم آرام بودن نمیتونم، به خاطر که چیز نشه بسیار میترسم. اگه کمام ناراحت شوه قلبم در میگیره. وقت فکر میکردم در دنیا نیست تحملش آسان بود، اما حال کوره به دست آوردیم تحمل از دست دادنش ندارم. من بدون او خود مردم یا خواهر. قسم نگو دخترم، شاید ای به تو یک امتحان باشه. در دنیا هزار قسم مشکلات وجود داره. صبر داشته باش دختر گلم و در پهلوی مادرت باش. از او حمایت کن جانم. همیشه برش دعا کن و همراه مادرت باش دخترم. چی شده تو چرا قسم میگردی خواهر؟ درباره مادرم چیز را میفهمی که نمیگی؟ نه خیر دخترم، چی را میفهمم؟ همگی ما زندگی خسته شدیم دیگه. تو باید کم درک کنی. شکر که این روزا دیر شد. بعد از این کسی به مادرم ضرر رسانده نمیتونم. بعد از این همیشه یک جا میباشیم. برو احمق پیدا کن زیر هر سنگ و پا. ایده اینجا چی میکنه؟ کنار خیرت باشه. بیدر اگه وقت داری میشه گپ بزنیم؟ البته بیا که داخل بریم. اگه اجازه بدی میخوایم تنها همراش گپ بزنیم. گفتی تنها؟ چی میگی چنار؟ من خود کدام بیگانه نیستم. درست است چنار، تنها گپ میزنیم. نکه درباره قدرت گپ میزنن چطور؟
بفرما میشنوم. ما روزای بدی را سپری کردیم بیادر. ما چندین سال در زندان بودم. حتی وقت آزاد شدم بازم مرا آرام نماندن. آسیا مادر روزایی را که در زندان سپری کردیم مد نظر نمیگیره. به خاطر که به اولادم نرسم هر کاری را انجام داد. بالاخره از دست خود گذشت. حتی کوشش کرد که جان مرا بگیره. میفهمم چنار. بسیار کوشش کردم مانع شم. حتی کوشش کردم تو را از اینجا دور بسازم، اما متاسفانه موفق نشدم. همه چیز از کنترل ما خارج شد. مادرم در نظارتخانه است و شاید هم بعد از این به زندان ببرندش. میفهمم زندگی کردن در زندان مشکل است، خصوصا به شخص مثل او. به خاطر مادرت جگرخون هستی؟ تو نمیخوای که مادر زندانی شوه؟ همه تو نیست؟ البته که نمیخوایم. هر قدرم که گناهکار باشه او مادرم است. چطور قسم یک چیز خواستم میتونم؟ اما تو مادرت است، حق به جانب استی. اما مام دوری اولادم تحمل کردن نمیتونم. تو میخوای برام چیزی بگویی چنار؟ خدایا دیوانه خود شدم. اون آدم مورد چی گپ میزنن؟ اوف چنار اوف، کاش که امروز از بین میرفتی. بیادر اگه میخوایی رفته شکایت ما دوباره میگیرم. چی؟ چطور یعنی؟ اما چرا چنار؟ در مقابلی از من چی میخوایی؟ وعده کو که با مادرت مخالفت کرده مرا در این خانه در پهلوی اولادم جای خود دادی. ما میرم شکایت خدا پس میگیرم. تو چی میگی چنار؟ چیزی که گفتم شنیدی. اگر میخوای که مادرت آزاد شوه مرا در این خانه جای بده. من نمیخوایم از اولادم دور باشم. حتی یک ثانیه رم بدون اونا تیر کردن نمیتونم. درست است چنار، اما این امکان نداره. خود دیدی که مادرم میخواست با تو چی کنه. این همه را فهمیدی چطور همراه او زیر یک سقف زندگی میکنی. بیادر من میمرم. چند وقت دیگه زنده هستم. دیگه دوری اولادم تحمل کردن نمیتونم. قسم میخورم که دیوانه میشم. اینا چی میگن؟ باز چرا چنار آمده؟ چرا؟ تو چی میگی چنار؟ یعنی چی زنده نمیمونی؟ وقت از بلندی پایین افتیدم در مغزم تومور با وجود آمده که هر لحظه امکان داره پیشرفت کنم هر از بین ببره. دکتر گفت باید عملیات شوم. هر ثانیه که میگذره خطر زیادتر میشه. چنار من نمیفهمم که چی بگویم. تو خود هیچ گناهی نداری بیادر. درست است چم. این عملیات هر چیز زودتر برات انجام میتم. هر کاری که لازم باشه انجام میتم. همراه دکتر گپ میزنم. تو نجات پیدا میکنی وعده میکنم. بیادر چنار لطفاً برام نگو که کمک نمیخوایی. ببین هر کاری لازم باشه انجام میتم. تو فقط آدرس و دکتر برام بده. بیادر صبر کن. بعد از عملیاتم امکان داره که من زنده نمونم. تو چی میگی چنار؟ اما دکتر یعنی شاید فلج شوم. حتی عملیاتم برام راه نجات بوده نمیتونه. چرا قسم خاموش هستی ترگوت؟ برای چی گفته ها؟ اوشکنی برش دل نسوزانی. باز کدام نقشه داره؟ اوشکنی به او باور نکنی. درست است چنار. فقط تشخیص یک دکتر کفایت نمیکنه.
ما جستجو میکنم، پیش بهترین دکترهای شهر میریم. دو دکتر عین تشخیص کردن. ما خبرت نگفتیم که برام دکتر پیدا کو بیادر. فقط میخوایم آخرین روزای خدا در کنار اولادم سپری کنم. با خاطر گناهی که مرتکب نشدیم 20 سال از اونا دور بودم. اجازه بده که روزای آخر خدا امرای اونا سپری کنم. درست است. اگه ایره میخوایی پس من حتما این کارا برات خواد کردم چنار. بعد از این لحظه در این خانه امرای اولادات یک جا خواد بودی. راستم همیشه میگفت بیادرم یک قلب کلان داره. خداوند ازت راضی باشه. زنده باشی بیادر. نه خیر، نه خیر، قسم نمیشه. ترگو چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چنار چی شده؟ چی برش گفتی؟ چیزی نیست زحل، به امنیت میریم. چنار شکایت خدا پس میگیره. بسیار خوب. آفرین جانم، کارو بسیار خوبه کردی. اگر نه آسیا مادر ده اونجا از بین میرفت. حالا دیگه بریم. تو هم با جانان بگو اتاق بالا رو آماده کنه. چنار بعد از این امرای ما میباشه. چی؟ شنیدی دیگه زحل، چنار بعد از این امرای ما زندگی میکنه. حالا بریم چنار. اما ترگوت جان ای چه تو امکان داره؟ آسیا مادر اگه بشنوه دیوانه خود شد. ترگوت مطمئن هستم که میخواین شکایتتان پس بگیرین؟ مطمئن هستم. بدونی که تحت فشار باشین میخواین کسی که خواسته شما را از بین ببره، یعنی آسیا پویراز بخشیده و میخواین که شکایتتان پس بگیرین؟ بله، شکایت خدا پس میگیرم. جالب است. درست است. اسمتان را نوشته کرده و امضا کنید لطفا. حاله مادرم چی وقت آزاد خواد شد؟ عریضه را روان میکنم تا شب خواد آزاد شد. چنار بسیار تشکر. با وجوده که مادرم بسیار برات بد کرد بازم تو شکایتت پس گرفت. ده اصلا ما باید تشکر کنم. از برکت تو باقی مانده عمرم امرای اولادم میباشم. بسیار زیاد تشکر. تو آرزوهای ما به حقیقت تبدیل کردی بیادر. من با آسیا مادر آزادیش دادم بسیار خوش هستم. خب دیگه من میرم. میخوایم هر چی زودتر لوازم ما جمع کرده پیش اولادم بیایم. انسان مثل هر چیزی دیگه به زندگی خودم باید بسیار ارزش بده. زندگی به این نیست که زندگی قهر باشیم یا با کینه با نفرت زندگی کنیم، چون زندگی کوتاست. حق با توست. کاش که برات کاری انجام دادم میتونستم چنار. کاش که به خوب شدنت یک راهی وجود میداشت. من از مرگ هیچ ترس ندارم بیادر.
به از یک روز کلگی ما زیر خاک میریم، همه تو نیست. فقط این روزای آخر عمر ما در کنار اولادای خود میخوایم سپری کنم. خداوند ازت راضی باشه. بالاخره آمدی بچیم. خوب هستی مادر؟ مرا از اینجا چی وقت بیرون میکنی ترگوت؟ کم مانده مادر، تو را هر چیز زودتر از اینجا آزاد میکنن. خدا را شکر بچیم. آفرین به تو، مرا شرمنده نساختی. او ما را نماندی که به هدف خود برسه. فکر میکرد مرا زندانی ساخته به نواسایم خود خود رسان، اما با آرزوش نرسید. تا وقتی که نفس در وجودم باشه هرگزی کار انجام داده نمیتونم. مامی آمدم دخترم، چرا زحمت کشیدی؟ زحمتی چی هدیه خواهر؟ مادر تو کجا رفته بودی؟ با تشویشت شدم. خیرت باشه، کجا میری؟ چنار چی شده؟ من دیگه اینجا نمی باشم خواهر. منظورت چیست مادر؟ ای گب دیگه از کجا شد جانم؟ اینجا خو مثل خانه خودت از خواهرم. گفتم که بوده نمیتونم. چی شده مادر؟ کسی چیزی گفته؟ تو به ناحق جایی نمیری. باز کجا خود رفتی؟ ده کجا می باشی؟ پیش اولادایم میرم. بعد از دی همراه اونا زندگی میکنم. میخوایی خانه کوکایم بیری؟ بالاخره آمدی ترگوت. ترگوت چند بار برات زنگ زدم زندگی، چرا جواب نمیدی موبایلت؟ کار داشتم زحل، متوجه نشدم. همه قسم جواب میدی ها؟ چی شد از زحل؟ خسته هستم، هر چی میخوای زود بگو. چی گپ است ترگوت؟ بلی از خدا یک چیز خوب بگو. چنار چرا شکایت خدا پس گرفت بگو ها؟ و بودن او در اینجا تو عقلت از دست دادی ترگوت جان؟ او و آسیا مادر در یک خانه زندگی کردن میتونن؟ کنار در مقابل ای کار شکایت خدا از مادرم پس گرفت. مام قبول کردم، کلش همیست. تو چی میگی ترگوت؟ چطور میتونی این قسم گپ قبول کنی؟ این امکان نداره. مادر کلانم چطور اجازه را خود داد؟ دیگه نمیخوایم از اولادم دور زندگی کنم. مادر بیوزو همراه چطور از ما گپ میزنیم. مادر کلانم مامان ما شده نمیتونم. این روزها دیر خود شد. چند روز دیگه صبر کن. مادر کلانم جزای خود دیده به زندان بره، باز بعدن هرچی. آسیا مادر آزاد میشه. تو چی میگی مادر؟ چرا باید آزاد شوه خواهر جان؟ تمام جرایمش ثابت شده. یک مجرم چطور آزاد شده میتونه؟ من شکایتم پس گرفتم. چی کردی؟ دیگه نمیخوایم یک کلمه بشنم زحل. امرای کنار یک توافق کردیم. او شکایت خود پس میگیره، مام کمکش میکنم در خانه زندگی کنه. ای که چی کنم و چی نکنم مربوط خودم میشه. حالا فهمیدی؟ لباسای ما تبدیل کرده بیرون میرم.
شبان باز مادرم گرفتم میایم، کنارم حال لوازمش گرفته اینجا میایم. با جانان بگو اتاقش آماده کنه. ترگوت تو چطور میتونی اینقدر آرام باشی؟ متوجه نیستی که این تصمیمت به ما چقدر خطرناک است؟ چنار حال دیوانه شده. بعد از این همه حوادث بازم قبول کرده که با آسیا مادر در یک خانه زندگی کنه. تو چی؟ تو چطور میتونی این قسم یک چیز قبول کنی؟ دیگه کدام چاره ای نداشتم زحل. خواهش میکنم بیشتر از این اعصاب من خراب نکو. کنار در این خانه می باشه، یکی و خلاص. مادر تو دیوانه شدی؟ تو متوجه هستی که چی میکنی مادر؟ من فقط کاری که لازم بود انجام دادم دخترم. همراه کاکای توافق کردیم. من شکایت ما پس گرفتم او هم میمانه که در خانهشان زندگی کنم. نه خیر، من عقل خود از دست خود دادم. تو مذاق میکنی مادر. تو حق داری که تعجب کنی و قهر شوی دخترم. اما قصد به همگی ما خوب خود بود جانم. مادر به خود بیا، این کار به خیری کی خود بود؟ فقط به خاطر که تو از اولاد دور نگاه کنه کوشش کرد به قتل برسانید. حالا چطور میتونی به این سادگی او را زاد بسازی؟ فکر میکنی کارت به مادر کلانم کدام ارزش داره؟ فکر میکنی آتش انتقامش بعد از قدر ساله حال خاموش میشه؟ اگه وقت بفهمه که از برکت من نجات یافت شد عقلش به سرش بیایه. او بعد از این متوجه میباشه که همراه من چه قسم رویه کنه دختره. چطور میتونی اینقدر ساده باشی؟ مادر کلان من هیچ شناخته نتونستی؟ تو فکر میکنی او در خانه تو آرام میمانه؟ این توافقت فراموش کن. همین که آزاد شود تو از اونجا بیرون خواهد کرد. من برات گفته باشم اینی که دوا بسیار بدی جواب خواهد داد. دخترم ولی از خدا آرام باش. اگر مادرت قسم یک تصمیم گرفته شاید کدام دلیل داره. تو چی میگی عدیه خواهر؟ به جایی که ما نشوی از تصمیمش پشتیبانی میکنی؟ تو چی دلیل داری مادر؟ بگو که من بفهمم. از دیروز چی تغییر کرد که مادر کلانه و بخشیدی ها؟ ای چه تو امکان داره؟ ای جرأت چه ناره بیبی؟ انسان در جایی که نخواینش چطور آمده میتونه؟ زحل من میرم دیگه. ترگوت قبل از اینکه همه چیز خراب شوه فکر کو. آسیا مادر اگه اینجا آمده چناره ببینه قیامت برپا خواهد کرد. تو متوجه نیستی؟ تو غرض نگی زحل. ما و مادرم گپ میزنیم. آسیا مادر تا تحمل کردن نمیتونه که چنار در دنیا باشه. با هم زندگی کردن خوبان. تو چرا ایره نمیفهمی؟ بیبی حتی جواب دادن نمیتونی چون به خاطر پس گرفتن شکایتت هیچ کدام دلیل منطقی نداری. تو متوجه هستی که اشتباه میکنی؟ دهی زندگی کوتاه نباید ما از هم دیگه کی نداشته باشیم دخترم. معلوم نیست که فردا چی میشه. تا آخرین لحظات زندگی میخوایم همراه اولادم زندگی کنم، نمیخوایم همراه خانم آسیا جنگ کنم دخترم. ما او را بخشیدیم. تو هم قدر گپ دراز نکن. تو اگه میبخشی هم من نخواد بخشیدم. فهمیده شد؟ گناه های مادر کلانم از حد گذاشته. دهی همه سالات را بنا حق به زندان انداخت. بس نبود که حال کوشش که تو را از بینم ببره. او کی است که میخواد جان تو را بگیره ها؟ و تو چی؟ ارزش نفس را که خداوند برات داده نمیفهمی مادر. ایره هرگز فراموش نکن. او هیچ وقت نمیمونه که تو اولادات یک جا زندگی کنین و آرام باشین مادر. حتی او و تو راهایی را جور خواد کرد که تو را نابود بسازه مادر. آسیا مادر به من ضرر رسانده نمیتونه. تشویش نکن جانم. پس کارایی که کده به جواب بانه. چرا نمیفهمی؟ باور کن قلبم میسوزم مادر. فکر کردن درباره اینکه چی خواهد شد من از بین میبرم. به خاطر که تو را چیز نشه شما هنوزم کابوس میبینم. باز میخوایی که کارای مادر کلانم به جواب بانه. لطفاً منصرف شو. دادن جزا با اوزن وظیفه ما نیست. بیزو جزایش در آخرت خواهد دید. هیچ باورم نمیشه مادر.
ما به خاطر تو درباره مادر کلان کسی که مرا کلان کرده شکایت کرده. قلبم خونگیری کرد اما او را به عدالت تسلیم کرده. حالا وقتی که همه چیز رو برای از میخوایی همه چیز نابود کنی مادر. این اجازه را نمیدم. حالا به اوضاع بریم. برشان بگو که شکایت خود پس نگرفتی. نمیتونم دختری. یعنی چی که نمیتونی؟ ما همراه کاکایت وعده کردیم به خاطر که همراهتان باشه مجبور است به وعده وفا کنم. تو مجبور به هیچ کاری نیستی. هیچ کس مانی زندگی کردن با اولادایت نمیشه. البته تا وقتی که مادر کلانم در زندان بشه. اگه او آزاد شود باز دوباره همه چیز خراب میشه. حرکت تو گفتم. چرا گپ نمیفهمی سحر؟ سرم فشار نیار. درست است. یا او یا من. اگه مادر کلانم از خاطر تو آزاد شود باز مرا به همیشه از دست خود دادی. عذر میکنم مرا در درایی قرار نده. نمیتونم. اما چرا دست پایت چی بسته کنم مادر؟ جون من میمورم. فقط چند روز دیگه زنده هستم. به خاطر که همراه شما باشم همراه کاکایت قصه توافق کردیم. چی؟ تو چی گفته میری مادر؟ من مریض هستم دخترم. میمورم. نه خیر. حتما دروغ میگی. به خاطر که مانی مشوی دروغ میگی. ترگوت قربانت چم بگه پایم گوش کن. بیا اینجا بیشی تا کمه با هم گپ بزنیم. بیا اینجا بیشی. بی زندگی قسم یک کاره تو انجام داده نمیتونی. چنار آرامش تمام خانواده ما را از بین خود برد. به خاطر نجات مادرت یک راه دیگه پیدا میکنیم. دیگه راه وجود نداره زاهل. اگه راه هست برم بگو. بیبی چی میگم؟ چنار خواه از شکایت خود منصرف شده اما تو نیست. بله درست است دیگه. بعد از اینکه یک بار شکایت خود پس بگیره دوباره شکایت کرده نمیتونه. محکمه میره قبول نمیکنه. تو میتونی برش بگویی که از تصمیمت منصرف شدی. بیازو کدام اسناد را خو با هم امضا نکردین. برش بگو امرای آسیه ما در گپ زدم اما هیچ راضی نشد. یعنی با زور خو آمده نمیتونه به این خانه جانم. دروغ میگم تو نیست. به خاطر که پیش پلیس نرو برام دروغ گفتی. تو مریض نیستی. به خاطر که پیش پلیس نرو برام دروغ گفتی. تو مریض نیستی. فقط فشارت پایین است اما تو نیست. تو نمیموری مادر نه. اگه خواهر لطفا تو یک چیزی بگو مادرم صحت داره. سالهای سال تا کنار ما خواد بود. بیا مادر جان بشین. قربانت جوان برام بگو چی شده؟ دلیل این مریضی تومور است که در مغزم به وجود آمده. وقتی از او بلندی پایین افتیدم در سرم یک ضربه محکم خوردم. دکتر گفت هر لحظه خطر وجود داره. معلوم نیست که یک روز زنده می باشم یا یک سال. نه خیر مادر. نه خیر نمیشه. تو رفته نمیتونی. برای ایلا کده نمیتونی. نمیشه مادر نمیشه. تو رفته نمیتونی. تو رفته نمیتونی مادر.
ضرور نیست قدر فکر کنی زندگیم. برش میگیم که آسیا مادر راضی نشد. این خود دروغم نیست. بیاز و آسیا مادر وقت دایی باره بشنوه باز بدون فکر کردن هیچ وقت اجازه نخواد داد. نمیشه زحل، وعده خلافی کردن نمیتونم. او بیچاره بیازو دایی مدت به خاطر ما بسیار درد کشیده. حال حداقل اجازه بتیم امرای اولاداش کمی زندگی کنه. این کار در گردن ما دین است. تو همی موضوع را بسته کو دیگه. شب وقت مادرم آمد گپای ناق نزن. ذهن او را دیگام گدوت نساز. شاید دکتر اشتباه کرده باشه. شاید کدام راهی وجود داشته باشه. متاسفانه دختر، بدون عملیات دیگه چاره ندارم. بعد از عملیاتم چانس ندارم. حتی دکترام چیزی با گفتن نداره. اینقدر زود تسلیم شدن نمیتونی. باید با زندگی امیدوار باشی. همراه ما وعده کردی، گفتی همه سواره جبران میکنی. تو گفتی او دختر خود که به مادر کلان شده بعد از هرگز علاج نمیکنی. تا وقتی که ما را به مهر و محبت مادرانه خود مستفید نسازی علاج ما نمیکنی. باید همراه ما باشی مادر. جدایی از تو بسیار سخت است. لطفاً دیگه ما را تنها نمان مادر. لطفاً ما را تنها نمان. لطفاً تنها نمان. به نظرت من میخوایم که شما را تنها مانده برو؟ بعد از 20 سال شما را پیدا کردم. چطور میتونم به این آسانی از دست بدم؟ اما چیزی از دستم ساخته نیست. مجبور هستم که در مقابل تقدیر الهی تسلیم شویم. دیگه چاره نداریم. برم نگو که چاره نداری. مادر عذر میکنم. تو باید زنده باشی. به خاطر من، به خاطر جدن، به خاطر از ما باید زندگی کنی. این تقدیر است دختره. ما مخالفت کردن نمیتونیم. نخیر. این کارم رایت مادر کلانم کردم. به خاطر اوی قسم شدی. او را هرگز نمیبخشم. تا آخرین نفسم او را نخود بخشیدم. بیادر یک داخل برو. چه باش؟ آی ناجوان بودی سیاه. چشمایتان روشن. میتونین اوراق امضا کرد. از اینجا زود برین بخیر. بفرمایید. آفرین بچیم. تو سرم از شرم خم نساختی. فرادا چطور پیدا کردی؟ چطور قانی ساختیش؟ بعداً گپ میزنیم مادر جان. بفرمایین خانم محترم. وقتی که بفهمه چنار آزادش کرده چی خواهد کرد. گریه کردن خود از بین بردی. حالا کم آب بنوشین دخترم. گفتی یگانه چاره عملیاته. حتی اگه کمون باشه بازم احتمال خوب شدن تو وجود داره نی؟ بله اما پس درست است. به هر قیمتی که شده او عملیات انجام میدیم. بهترین دکتره برات پیدا خواهد کردیم. تشویش نکن. سحر حق به جانب از خواهر. حالا که یگانه رایش عملیات است، قبل از اینکه ناوقت شوا باید عملیات شوی. امیدت از دست نده. دکتر گفت شاید فلج شوم.
او مثل مرگ از دختره. مادر لطفا دیگه نمیخوای میره زبانت بشنوم. امید خدا از دست نده. تو باید استوار باشی و به زندگی امید داشته باشی. تو اگه به جای من می بودی چی میکردی سحر؟ یک عملیاتی که نتیجهش اصلا معلوم نیست که چی میشه. بعد چند روز زندگی کردن با اولادت ترجیح میدادی؟ آیا قلب یک مادر این اجازه را میده؟ مادری یک قسم احساس است. تو هم خو مادر هستی. یک لحظه زندگی کردن با اولاد ارزش یک عمر داره. خب جواب میتی یا که فقط همه قسم طرفی انگشتر سیل کده میری؟ ما یعنی نمیفهمم که چی بگویم قدرت. مرا بسیار متعجب ساختی. برات گفته بودم همیشه کار میکنم که تو تعجب کنی شادخت من. بله ای بار واقعا مرا متعجب ساختی جانم. راستش من اصلا این توقع را از تو نداشتم. اما به نظرت کم وقت نیست؟ فکر کنم انسان درست پیدا کردیم دیگه. چرا میخوایی از این زیاد منتظر باشم؟ دم تو قبول داری که یک عمر میخوای امرای ما زندگی کنی؟ امکان داره. امکان داره؟ امکان داره یعنی از هیجان زیاد هیچ نمیفهمم چی بگویم. بله پیشنهاد ازدواجت قبول میکنم. ببین عشقم در تمام زندگی فقط به خاطر خوش ساختن تو زندگی میکنم و ده. نه خیر البته که نه خیر. پس به خاطر که این انگشتر رو در دستت ببینم دیگه من منتظر نمان. حالا درست شد. اولین قدم رو برداشتیم. گفته بودم که انتقام ما سنگین است و پاچته. بسیار کم مانده که نابودت کنم. ضربه آخر وقت خود خوردی که بفهمیدمت خانم ینگیت شده. آی باز چرا لبورید کشار از چته؟ کدام مشکل داری؟ یا کمره من کدام مشکل داری جانم؟ نه خیر خواهش میکنم نیسا، فقط کم خوب نیستم به این خاطر. پس چرا کمی جگرخون معلوم میشی؟ من کدام کمکی برات کردم میتونم؟ بجز خودم کسی دیگه نمیتونم مرا کمک کنم، چون باید یاد بگیرم که همه چیز تا گذشته بانم. ما منتظر شما بودیم. خیرت باشه. باز به خاطر چی آمدین؟ یک موضوع مهم است که با هم باید در موردش گپ بزنیم. حالا بچه همراه دوستت ساتریکو بفرمایید گوش میکنم. اگر قبول کنین من میخوایم وکیل شما باشم خانم نوردان. به خاطر چی؟ شما مگم وکیل سادات نبودی؟ منصرف نشدیم چون ما فهمیدیم که پشت جدایی شما بعضی گپای دیگه وجود داره. ما شما حق داریم که گپ بفهمین خانم نوردان. میشه داخل بریم گپ بزنیم؟ بیاین داخل میریم.
میخواستم اینو براتون بگویم. همسرتان به خاطر برآورده ساختن مصارف عملیات یحیی متاسفانه اتو یک راه را انتخاب کردن. یعنی میتونم بگویم که مجبور شده پیشنهاد خانم گلشنه قبول کرده. خانم گلشن وقتی که میفهمم ما در یک حالت هستیم با چطور میتونه که چه کار کنه؟ همی صبح خانهشان رفته بودم به طرف چشمایم سیل کرد ازم میخوایم هر قسمی که شده از خانوادیم و از شوهرم جدا شو. لطفاً زیاد جگرخونی نکنین. ببینین ما کوشش خودم میکنیم تا مشکلتان حل بسازیم. چه قسم حل میسازیم؟ اگه صدات از من جدا میشوه بازم به خاطره تداویش یک لیرم ندارم. اولاد خدا چه قسم تداوی کنم؟ درست است، حق به جا نبستی. امرای ما خو حداقل یک روز بودی، اما اسما او چطور همراهیت نبودن. یک چند وقت همراه او نباش، اما لطفاً تا وقتی که تصمیم نهاییت نگرفتی در مورد عملیات فکر نکن. مادر جان، حداقل به خاطر ما در موردش فکر کن. درست است دخترم، یک بار دیگه در موردش فکر میکنم. پس پیش از که زیاد دیر شود بریم. قبل از آمدن چتن و اسما میخوایم غذای خوب آماده کنم. هیچ دقیقه مریضی نیستم. درمان ما شما هسته. درست است مادر جان، بیاین که بریم. پس به خاطر عملیات بچهش مجبور شده تک تصمیم بگیرن. مانا گناه خانم به خود گرفته. ما خیره فهمیده نتانستم. یعنی یک زن چطور میتونه قدر بد باشه؟ چه قسم وجدان داره؟ فردا صبح امروی قصه داد گپ میزنم، اما خانم نوردان نباید از گپ خبر شون. بکم نباید از گپ بفهمه. اگه نمیخواه وکیل و قصه داد شوه. آی راحت باش، این حقت است که اینجا باشی. کسی چیزی گفته نمیتونه. سحر جان، خانم عایشه خوش آمدین. خوش آمدین، بفرمایین لطفا. خوش آمدی. اتاق خانم عایشه را آماده کردینی جانان؟ تو می باشی یا میری سحر؟ جانان اتاق تو را آماده کنه؟ برای فعلا نمی باشم، اما اگر نیاز شد باز میایم. جانان خواهر توی بکس بگی و خانم عایشه را به اتاقش نیست دخترم، خودم میبرم. من میگیرم، بفرمایید. آیا قمر لطفا رو در زمین بارین که دستتان نخوره. لطفا تو نگویید، حیوان خور ترک است، چیزی کده نمیتونه. دازم یک دفعه ببینین چقدر مقبول است. بله مقبول هست. آرو را بانین، بهتر است سوار بوتشم. بیاین دیگه آقا قمر. اوپا شما سر ما خنده میکنین؟ هیچ باورم نمیشه. شما اور یک دختر جوان چطور از قیوان خورترک میترسین؟ به خدا هیچ فکرشم کده نمیتونم. مام خود نترسیده بودم، چون دفعتا پیش روم آمد باز کمی ترسیدم. بله همه تو هست.
یعنی که شما را ترساندم، پس ما کار خود جبران کرده شما را به هتل میبرم. یعنی شما هنوزم فکر میکنین من ترسیدم؟ درست است. کلمه ترساندن فراموش میکنیم. پس با هم یک جا بنان خوردن میریم. بسیار خوب میشه. اما کاکایم گفته بود که کل ما باید دنان شب حاضر باشیم. از خاطر رفتن نمیتونم. هرچی که شما بخواین. ما شما را دوباره خانه میرسانم. مهیره و مادرم چطور بگویم؟ اگر بگویم باز هیچ وقت خانه نخواد رفتن. باز وعده ایره که بچه نارم دادیم شکستنده نمیتونم. خوب شد که بخیر گذاشت مادر جان. زنده باشی بچه. همه چیز فراموش کردم. آدم وقتی که از یک چیز محروم شوه باز خوب میفهمه که او چقدر ارزش داره. بیا مادر جان که خانه بریم. شاید داخل زندان چیزی درست خوردن نتونسته باشی. زحل به خاطر شما آمادگی زیاده گرفتم. ترگوت تو حال نانبان. برام بگو این کار چطور حل کردی؟ درباره این کار تو چنار قاتل و او سحر خاین چی گفتن بچه؟ کاش اینجا می بودن تا رویشان سیاه می شد ترگوت. مادرم اینجا امانت از خانم کاکا، اما به تو نی بلکه به خداوند سپرده میرم. مادرت اینجا تنها نخواد ماند سحر. در ضمن ما خب بیگانه نیستیم. این چه قسم گپ است که تو برام میگی؟ متاسفانه بعض اوقات کاری را که از خود انجام میده حتی بیگانم انجام نمیده. از طرف دیگه تو گپ ما بسیار خوب فهمیدی. حالا که سر ما باور نداری پس مادرت اینجا مانده نرو سحر. این کارای تو و یکتای تو چی منی میته سحر؟ اینجا می باشه چون خودش میخواه. خدا کنه او را اینجا راحت بانی. خدا کنه در اینجام اثرش کدام بلایی نیاید. خدا کنه کاری نکنی که جگر خون شوه. اگه نه چی سحر؟ اگه نه چی خود کردی؟ تو مرا اختار میتی سحر؟ ما همراه چی کردیم ها؟ تو کدام کار کردیم که قسم گپا را برام میگی؟ نمیفهمم اما حس کردم میتونم. کارایی که به سر مادرم آمده تو هم مقصر هستی. به نظرم برات زیاد روی دادم دخترم. تو او روز بسیار زیاد گپ زدی سحر. بیا زده اینجا سرم گپ زدن آسان است، اما وقت آسیا مادر بیایه باز چناره ببینه امرایتان کار دارم. ما نیست تو نیست مادر کلانم از یکی تونم نمیترسی. اگه کسی وجود داره تا حساب کارای شبته باز او مادر کلانم. اگه مادرم شکایت خدا پس نمیگرفت باز من همراهشان گپ میزدم. اگه تا دست من می بود باز من کی میموندم. از این خاطر باید سپاسگزار مادرم باشین. مادر جان من حالا باید برم. فردا صبح او کارایی را که گفته بودیم حل خود کردیم. من همراه خانم کاکایم گپ زدم. تو را اول به خدا و دوم به اینا مسپارم. من دیگه به تشویشت نمی باشم. دزم ما و درو شب خواد آمدیم. درست است دخترم. تو به خانهت برو جانم. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. مادر زواخی اگه متوجه شوین چنار برو به او چنار بگو دامه که مانده بود تاثیر نکن. زورت هیچ وقت به آسیا مادر نرسید و نخوادم برسه. برش بگو اینجا جای تواره یک آدم قاتل است نه از من. او قاتل خوب به هر صورت، اما او نواسه خاینم دل مرا بسیار رنجانده. بی ازم یال گفته باشم او سحر بار دیگه به خانه من قدمم مانده نمیتونم. فهمیده شد؟ اگه فکر کرده ای خیانتش بدون جزا میمانه باز اشتباه کرده. بیا مادر. به نظرم کار درست نکردی چنار. نباید اینجا می آمدی.
بعد از قدر گپا آسیا مادر چطور برات اجازه میده که اینجا باشی؟ من همراه ترگوت بیادرک تفاهم کردم. برام یک وعده داده. آسیا مادر هر چیزی که میگن بگوین. به خاطر مده اینجا از من طرفداری میکنه. چقدر زود اینجا عادت کرده لو داره. فقط که آشپزخانه خودش باشه با کلگی غذای دلخواه خود آماده کرده. یک دقیقه یه بوی از کجا میه ها؟ از آشپزخانه میای. اتمن کدام مهمان آمده بیادر. خالایشه خوش آمده. چطور شما اینجا آمده؟ با خدا حدس ما درست برآمد. من گفتم که حتما خالایشه داشت پس خانه آشپزی میکنه. خالایشه چطور هستی؟ خوش باشین اولادا. من پشت شما بسیار دق شده بودم. دزد، بی غیرت، قاتل، نامرد کلش حوزه بود. میفهمی ترگوت؟ اگه حوزه تو جای باشه خدا میفهمه زندان چی رقم یک جای است. اونجا جای ما و آدم ها نیست بچیم. اونجا فقط جایی است که آدم های مثل چنار باشن. ما چرا اینجا استاد شدیم بچیم؟ این پیاز سودا کردن بسیار مشکل بوده به خدا. کاملا اشکای آدم بیرون میسازه. بله نانی را که تو داده قناشو جان میکنی. ببین چه خبر مشکل آماده میشه. درست است بچیم. به من وطمه میکنم. بانش که خودش که نخالایشه. به نظر ما بهتر است مردم دای کارا سهم بگیرن. خب اسما جان من به تو یک نظر دارم. تو باید نظر ما قبول کنی. اگر نه در خانه میمونی. تشویش نکن. ما هیچ نیتی ندارم که راستی کنم بیادر جان. قدرت بچیم؟ درست است. من انجام میدم. شما جنگ نکنید. خالایشه آمده. اوه خالایشه. قدرت خوش آمدی بچه. شما هم خوش آمدین خالایشه. خوب کردین که آمدین. نان تیار است؟ بله خالایشه امروز ما را شاگرد خود قبول کردن. خواهش میکنم. دلم نمیخواه که تکنم. وقتی که اسما و چتر شلا میشن میکنم. درست است. من کمکتان میکنم. بله بسیار خوب میشه. بیا زی پیازه به تو ماندیم باید میده کنی. آها درست است. من یک دفعه دستای من بشویم. ایران بگی دستای تپاکو زود باش. استاد آمد دیگه. حالا دیگه ادامهش به استاد بده. جدی میگم مرا خالایشه. الا کن. وای یعنی قدرت داشت پس خانه استاد است. مایده ریزکو مایده آفرین. دلت بخی جمع باشه چتین. خندکو چنر جان. بابا را آخر خنده های تکو. بعد از چند دقیقه که آسیا مادر آمد باز ببینم چه قسم خنده میکنی. چرا دفتن در بین سرک قسم استاد شدی؟ چرا چیزی نمیگی؟ مادر ما باید براتون یک گپه بگویم. همیاله برم بگو بچه. حالا دیگه ترگوت میخوایی گپه به زور از دانت بکشم چطور؟ خب دیگه مادر بیا از اون نزدیک خانه هستیم. در خانه باز گپ میزنیم. توبه تو را خواهد من کدام چیزی شده اما خیر باشه بچه. اوف این میز چقدر مقبول شده. نمیتونم منتظر بانم. حالا زود شوین. ما هم زیادتر از یه حوصله ندارم. چند دقیقه دیگه منتظر باشه بچه. فقط کم دیگه صبر کنین. آی مادر جان پیش از آمدن پدرمشون ما شروع کنیم.
پس برین بشینین بچیم. آیشه جان، حالا تو هم در اینجا بیشی جانم. بیشی چنار جان، در جای آسیا مادر بیشی که قهرش 1 درجه دگان بالا بره. خاله عایشه جان، خودم از زحمت نسازین، کلش دمش خواب ما بندازین. از روی کمی با ما پرتین. میفهمی فکر میکنم چند سال میشه که اینجا نامده. پشت نواسایم بسیار دق شدیم ترکت. حتما پدرمشان است. بله مادر کلانتم آمده. چقدر خوب. کاملا در وقت مناسب رسیدن. مادر کلان خوش آمدین. کجاستین؟ زیاد پشتتان دق شده بودیم. خوش باشی بچه. خوش آمدی مادر کلان جان. خوش باشی یک دقیقه. خوش آمدید مادر کلان. بسیار پشتتان دق شده بوده. خوش باشی جانم. ما هم پشت زیاد دق شده بوده. مادر کلان جان حالا داخل بیاین. میزنان منتظر شماست. جان میبخشین از آمدنتان خبر نداشتیم. از خاطر نان خوردن وقت شروع کردیم. مادر کلان جان ببینین خاله عایشه چه خوب نان مزه‌دار آماده کرده. بیاین شما بخورین. پس بیاین که بشینیم. شما برین شروع کنین. اما مادر کلان گفتم شما برین شروع کنین. چتن تو همراه ما بیا ترکت. مادر کلان ما چی شدن؟ یکی از پهلوی چپ خسته. حالا اولادا شما به دور میز برین. آیشه جان تو هم بیشی جانم استاد نباش. چی رسوایی ترگت؟ او زن قاتل ده خانه ما و ده میز نانخوری ما چی کار داره ها؟
او گپ که میخواستی برام بگویی همی بود نه؟ میخواستی امیره برام بگویی همه تو نیست ترگوت؟ میخواستی بگویی که او ما را در خانه آوردیم همه تو رس ها؟ گپ بزن نه بچیم برام جواب بده. جان کسرکم میخواستم بگیرم چطور میتونی او را خانه ما بیاری؟ چطور میتونی همراه او یک جای نان بخوری ترگوت؟ گپ بزن نه؟ امرای چنار یک تفاهم کردم مادر، در بدل پس گرفتن شکایتش در خانه ما باشه. باز ما هم قبول کردم. خانم کاکا مادر کلانم به خاطر کدام گپی قهر هستن؟ ما میریم یک بار میبینم. در جایت بشی چتن. یعنی معلوم میشه که درباره کدام چیز مهم گپ میزنن. ما نباید مداخله کنیم. تو متوجه هستی که چی گفتم میری ترگوت؟ چیزی که شنیدین مادر، من اجازه دادم که در خانه ما باشه. او هم شکایت خود پس گرفت. پس مرا احسانمند او قاتل ساختی همه ترست؟ کسی که بچه معظم گرفت دست او را گرفته همراه او کمک کرده به خانه ما آوردیش همه ترست؟ به خاطری که مرا از زندان آزاد بسازی از قاتل بچه‌ام کمک خواستی ترگوت؟ بدون ای که ازم یک بار میپرسیدی رفتی او قاتل خانه ما آوردی؟ اگه به شما میگفتم قبول نمیکردم که احسانمند او قاتل باشم. هنوزم قبول نمیکنم ترگوت. آی مادر جان چرا ایستاده هستین؟ بیاین نان بخورین. درست است بچیم درست است. خانم کاکای کدام گپ از بهمون بگویین. حتما مادر کلانم سر کاکای مقال میکنن. آها گفتم نه چیز خاصه نیست اولادا. حالا شما نانتان بخورید. برو برش بگو که همیال از خانه من رنگ خدا گم کنم. نمیشه مادر، ما امرای چنار رو وعده کردیم. چنار بعد از این امرای ما در این خانه میباشه. نمیباشه ترگوت. اگر نیاز شد از جایی که همیال آمدیم پس میرم، اما احسانمند اومار نمیباشم. فهمیدی؟ ما تصمیم خدا گرفتیم مادر. شما هر چیزی که میگین بگوین. چنار در این خانه میباشه. از چی وقت گپ قاتل بیادرت مشنوی و از مادرت نمشنوی ها؟ مادر او چی کار است که مرا از زندان آزاد ساخت ها؟ کسی که با یک کارش سر تمام خانواده را خم ساخته او حال آمده مرا آزاد میسازه. او کی است ترگوت ها؟ او چی کار است که در خانه ما آمده سر میز نان شیشت امرای نواسایم نان میخوره؟ گفتم او کی است؟ او چی کار است ترگوت؟ او کی است که با نواسایم شیشته یک جا نان میخوره با وجودی که پدرشان کشته ها؟ او چطور جرأت کرد ترگوت؟ ما برش هیچ وقت اجازه نمیدم. از بین میرم اما او را در خانه نمیمانم. او را از اینجا میکشم ترگوت. رئیسی خانه ما هستم مادر. تصمیم خدا گرفتیم. هر چیزی که گفتم عمومشه خلاص. چنار ده همی خانه میباشه. چی گفت است؟ نه خیر. چیزی نیست بچیم، فقط یک عنکبوت دیدم به خاطر او ترسیدم. حالا شما نانتان بخورید. خاله عایشه جان ببینین شما خفه نباشین. یعنی وضعیت ها همیشه در خانه ما میشه. شما بیغم نانتان بخورین. لطفا دیگه جگرخون نباشین. ما وقت آمده میکردم سیر شدم. شما بخورین نوش جانتان. چنار با کسی چیزی نمیگه مادر. از این خاطر نیاز نیست بترسین. تنها آرزوی او بودن با اولادایش از مادر جان. کلش همه خست. از خاطر اومار در این سن از مادرت سیلی خوردی ترگوت، اما هنوزم از او دفاع میکنی. درست است بچیم.
حالی که تو بگپم نمی کنی من میرم و او قاتله از خانه خود میکشم. مادر دستم ایلا کتر کن. من میگفتم که نواسیم از حدش گذاشته اما بچه مزو کدم زیادتر گذاشته. چناره از خانه نمیکشین. من میگم خدا جزایی بده. دستم ایلا کن. چنار از این خانه جایی نمیره. ترگوت مادر چنار میموره. خالایشه جان بسیار زیاد تشکر به خاطر اینان مزدار. یعنی پشتی دست پختتان بسیار دق شده بوده. نوش جانت بچه. هر چیزی که خوش دارین من برتان آماده میکنم. جانان حالا میزه جمع کن. خالایشه شما خیلی چیزی نخوردی؟ من گشنه نیستم دخترم. اگه گشنه شدم باز میخورم. با اجازه تان من با اتاقم میرم. خاله جان چرا قزود میرین؟ چرا عجله دارین؟ هنوز قهوه‌ام ننوشیدیم. بله خالایشه بشینه. در ضمن اسما برای ما قهوه آماده میکنه. خیال برو دیگه برای ما قهوه مزه‌دار آماده کن. حالا دیگه خوراک جان. فقط به خاطر خالایشه آماده میکنم. و تو فکر نکنی که من برای تو آماده میکنم مرچی زرد فهمیدی؟ چنار بسیار مریض است مادر. در مغزش تومور است. میتونه هر لحظه بکفه. یعنی زیاد زنده نمیمونه. پس او میموره. یعنی کاری را که من انجام دادن نتانستم خداوند انجام میده. سرش به همین خاطر کمی رحم کنین مادر جان. اتو نکنین. دلتون نمیسوزه. مقصرم شما هستین. او تومور وقتی که از بلندی افتاد در مغزش پیدا شده مادر. یعنی شما بالاخره به هدفتان میرسین مادر جان. بالاخره او انتقامی که به خاطرش تشنه بودین میگیرین. عدالت برقرار خواهد شد. برات گفته بودم خون راسم در زمین نمیمانه بچه. کاش بجای ازی که مادرت گناهکار فکر کنی این کارت تو میکدی بچه. بجایی که او زنه به خانه بیاری جانش هم میگرفتی تا قرضی که در مقابل بیادرت داشتی را میپرداختی. روزای آخر عمرش خواستم با اولاداش سپری کنه. با این کارم بهترین کارا به بیادرم انجام دادیم. همین قدر. برات گفتم که او قاتل اینجا بودن نمیتونه. همیال از اینجا باید گم شود. اگر باز حق ما برات حلال نخواد کدم. من یک دفعه حق شنا را به تو مادر. حق شما به گردنم باشه. من مشکل ندارم. تو چطور میتونی که قسم فکر کنی؟ تو چی وقت رسم و رواجت از یاد بردی ها؟ من گفتم چنار در این خانه بودن نمیتونم. تو این گپ نشنیدی چطور؟ مادر گوش کنین. براتون بسیار احترام قائل هستم مادر. اما صاحبی خانه من هستم. تصمیم ایره من میگیرم که کی باشه و کی نباشه. اگه از ماندن چنار در این خانه ناراحت میشین باز هر وقت خواسته باشین میتونین به مالاتی ها برین. اگه با مرمام او ماره با نواسایم در این خانه نمیمانم. پس من میرم قهوه آماده میکنم. کاکا جان شما قهوه میخواین؟ نه دخترم زنده باشی. دخترم به ما یک قهوه آماده کن. درست است مادر کلان امیاله. خوش آمدی خانم عایشه. خوش باشه. بسیار مریض هستم دختره. میمورم. بدون عملیات دیگر راهی ندارم. بعد از عملیاتم خطر متوجه است. یعنی فیصدی زنده ماندنم بسیار کم است.
خیر مادر، تو نمیمونی. ما را تنها مانده رفتن نمیتونی. عملیات شده خوب خود شدی. دختر از دست گشنگی کم از بمرم. هنوز غذا آماده نشده. دیگه میخوای چقدر منتظر باشیم دختر؟ اوه بالاخره بعد از 40 سال یک کار در وقتش انجام دادی. چند روز میشه که در خانه نبودی. حتما فکر میکنی که چطور دل مرا به دست بیاری. سلاتم آماده شده. شما درو داره میز بری. مام همیشه غذا را میارم. عروس خانم با 2 قاب غذا پخته کردن دل مرا به دست آوردن نمیتونی. هنوز پاکاری خانه مانده. کل جای خاک گرفته. در تشنبم کالا جمع شده. بعد از غذا کل کار انجام میدم. شما برین بشینین. شاید با دیدن مادر کلانم قیامت برپا کرده باشه. مادرم در این حالت بازم جگر خون خواهد شد. خدایا خودت همراه مادرم کمک کن. در مقابل کارهای مادر کلانم برش صبر بده. خب بعد چقدر وقت مهمان ما میباشی عایشه جان؟ متاسفانه اگه خواستم باشم زیاد بودن نمیتونم. پس طور است. انشالله به زودی از شرط خلاص خواهد شدیم ها. با اجازه تان من با اتاقم میرم. من با اتاقم میرم. قهوه ما با اتاقم بیاره. درست است مادر جان. ترگت خیرتی باشه. چی شده؟ سر مادرت چی گپ شده؟ چرا همراه چنا رو قسم رویه میکنه؟ من از کجا بفهمم؟ حتما دلش برش سوخته دیگه. ما در اینجا در مورد مادرت گپ میزنیم ترگت جان. مادرت در دنیا یگانه کس است که بالای چنا رحم نمیکنه. چی شده؟ تو چی گفتی که اونا قسم رویه میکنن؟ هر چیزی که گفتم دیگه. تو مداخله نکن. خدا را شکر که کدام گپی نشد. من منتظر ای بودم که امرای چنار گفتگو خواد کرد. حدش برش نشان خود داد. اما ای وضعیت بی ترگت چی گفته باشه که ای زن قسم است؟ نمیتونم بار دیگه مادرم از دست بدم. اگر فیصدیش کمم باشه بازم هر قسمه که شده باید مادرم قانع بسازم تا عملیات کنم. دختر بعد جمندم نان خو ماندینی؟ نشه بازم رید خال مقال کنه دختر. اما با کی میگم؟ بیبی هنوزم نمیشتم و فکرش کاملا در جایی نیست. ای چه قسم دختر است؟ به خدا بیخ دیوانه شده مدستت. هیچ گپ از تو نمیشنوی. مادر کلانم برای چیزی میگم. چی شده دختره؟ من امرای جن دایم گپ میزنم نی؟ دخترکا ماموره میگم. میبخشین مادر برام چیزی میگفتین. تو گریه میکنی؟ نه خیر، حتما به چشمم کدام چیزی رفته. درست من میره میگفتم کل خانه را خاک گرفته. فردا یک زحمت بکش و پاکاری کن. درست است، تشویش نکنی. راسم بیادرکم، میفهم که زیاد گناه کردیم، اما کنار روزای آخرش با اولاداش پری میکنه. تو تشویش نکن. گپای زحل مادرم مهم نیست. او را از اولاداش دور نمیکنه. بیا کنار. بیدر به خاطر که سر وعدت استاد شدی تشکر. نمیخواستم آستی مادر را خوش آمدی بگویم، اما گفتم دیگه. اگه به خاطر ما همراهشان گفتگو کرده باشی معذرت میخوایم. کسی که باید معذرت بخواد تو نیستی چنار. مادرم است. همراه کل ما بزرگترین خیانت کرده. اما تو تشویش نکن. تا وقتی من اینجا باشم کسی تو رو از خانه کشیدن نمیتونه. از این خاطر در فکر مادرم نباش. من متوجهشون میباشم. تو همراه اولادات وقت خود پشت پری کن. خدا من ازت راضی باشه بیادر. این خوبی تا فراموش نمیکنم. هیچ نمیفهمم این احسانتانه چه قسم جبران کنم. بیادر بودن تا نشان دادی. مرا تنها نماندی. اگر راستم میدید باز حتما سرت فخر میکرد. خب دیگه بیادر، من از بیشتر وقت تا نمیگیرم. خداوند ازت راضی باشه. از تو هم.
قاسم اگه مرا میدید درویم توف میکد چنار درویم توف میکد. بگیرین مادر. تو چی وقت شیرینی پخته کردی دختر؟ وقتی که نان شب آماده میکردم پخته کردم که همراه چای بخوریم. خیرت باشه عروس، تو کدام مشکل داری؟ نه خیر، من به اتاقم میرم. اگر چایتان خلاص شد باز صدایم کنین. برجمندم ماندی یعنی دختر من بکی میگم بی باز فکرش زدگه جست. نه جانم ایره کدام چیز شده اما بزودی خواد فهمیدم. خدا خیره پیش کنه. بسیار خوشمزه است. تو با من میگم هر چیزی که میکنی بکن، تنها با من یکی که خوشمزه آماده که دختر. بخو دختر، بسیار خوشمزه است. بله دخترم. چطور هستی مادر جان؟ به تشویشت بودم. خدا کنه مادر کلانم کار نکرده باشه که جگر خون شده باشی. سحر من نور چشمایم خوب هستم، تو تشویش نکن. کاکایت همراهم کمک میکنه. آسیا مادر چیزی که نمیتونه. برام راست بگو، به خاطر که من جگر خون نشو میتونی میگی؟ به خدا هیچ کدام مشکل نیست. آسیا مادرم بسیار تغییر کرده جانم. از خاطر کاکایت برام هیچ چیزی نمیگه. حتی از دهنشان یک کلمه بدم نمیبراید. پس تو چطور هستی مادر جان؟ خوب هستم دخترم، تشویش نکن. بیادر خواهرتم دیدم، بسیار خوبتر شدم. منتظر صبح هستم که زود اولادایم ببینم و داغوش بگیرم دخترم. کاش مام اونجا می بودم، فکر مام آرام میشد. مام میخواستم اما متوجه تفرد باش، نشه که شوهرت غالمغال کنه. بیا زدانه خوش و جانم آرام نبود. خب دیگه صبح وقت اونجا خادم هست. دخترم زیاد جگر خون نباش، من خوب هستم. درست است؟ درست است. شب بخیر. شب بخیر. با نادیده گرفتن گپای بسیار اشتباه کردی. نباید چنارا به این خانه می آوردی. هر لحظه امکان داره که آسیا مادرم راش جنگ کنه. باز چه دو خود کردیم؟ اگه اجازت باشه میخوایم بخوابم. حالا دیگه شروع نکن. چطور شروع نکنم ترگت؟ اگه چنار امرای اولاداش گپ بزنم میفهمی چی میشه؟ آسیا مادر قیامت برپا خواد کرد. تو سیل کردن مادر ده خود دیدی که چه قسم طرف چنار میدید. امی فردا هر چیز زودتر قبل از اینکه کدام مشکل پیدا شود چنار از اینجا ببر. هیچ چیزی نمیشه. چنارم رای اولاداش گپ نمیزنه، از این خاطر دلت جمع باشه. بیبی ترگت چطور قسم مطمئن بوده میتونی؟ تو از کجا میفهمی که چنار برای دروغ نگفته؟ دا وضعیت کسی دروغ نمیگه. چی؟ چنار مریض است، به زودی خواهد مرد. حال فهمیدی؟ حالا بیا تو هم بخواب دیگه.
ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, барои бемории псориаз ё ба қувват кардани мардонагӣ ё бемории пӯст ва инчунин доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. الیف چی شده مادر؟ بخز الیف چی شده؟ نتیجه امتحانات حالا چه برو؟ اون کجاست؟ مادر کجاست؟ آرام باش اینجا بیشی ما برات میارم. آی بسیار هیجانی شدیم نمیتونم آرام باشم. وقتی که ما میایم دعا کن جانم. نه خیر ما بازش کردن نمیتونم تو بازش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیف چی شده؟ تو در طب کامیاب شدی. باورم نمیشه در طب کامیاب شدی. من دکتر میشم. خدای من. تو اینجا چی میکنی دختر؟ با تو چی ها؟ منظور چیز که به ما چی؟ نگفته بودم اگه جایی میری یا میایی باید به من خبر بدی؟ تو بسیار انسان به عقل هستی. من تو را دوست ندارم. منظور چیز که دوستم نداری؟ تو باید دوستم داشته باشی. ما و تو به زودی زن و شوهر میشیم پس باید مرا دوست داشته باشی ایلی. با من دست نزن. جانم آرام باش. باز شو گفتم. چی میکنی؟ اینجا بیا. اینجا بیا. گفتم ایلایم کو. ایلایم کو. اینجا چی گپ است؟ کمک کنین این پشت ما اعلان نمیکنه. صبر کو یک دقیقه آرام باش. کماندان صاحب فقط با هم مذاق میکنیم. میخواستم قلبش به دست بیارم. اگه 10 دونه قلبم داشته باشم 10 یکیشم تو جای نمی داشته این باشی. دختر را دموتر بشم. کماندان تو اشتباه میکنی. ما بچه باکرجی هستم. با او دختر دمی روزا نامزاد شدیم. یک چند وقت بعد هم عروسی میکنیم. از قوارت خو معلوم نمیشه که نامزدت باشه. حال بسیار با آرامی از اینجا گم شو. کماندان تا جایی که من خبر دارم 2 روز بعد از اینجا میری. او دختر خو همراه خود بردن نمیتونی یا خود خسته نساز. او نامزاد مسو حتما همراهش عروسی میکنم. روی آدم از زیاد زخمی ساخته بودی. سزاوار جزای بیشتر بود. انشالله خداوند جزایش برش بده. پس چرا همراهش نامزد شدی؟ من خوره نمیخواستم پدرم مرا به او داد. من تحصیل میکنم. یک دکتر میشم. توبه چطور میخوای دکتر شوی خانم محترم؟ یک باری را ببینی؟ ای چی است؟ نتیجه امتحانم است. پانتون مرکزی استانبول فاکولته طب. آفرین به تو دختر جان. پدرم خبر نداره. پات از پدرم امتحان دادیم. اگه میخوای همراه پدرت گپ زده و خانه بساز. نه خیر هرگز. اون وقت بیشتر عصبانی خواهد شد. او همراه چی خواد کرد؟ هیچ. دکتر خانم تو 18 ساله شدی امو تو نیست؟ پس هیچ کس به زور کدام کار را سر تحمیل نمیتونه. دیگه حال سن قانونی ما پورا کردیم. شما هیچ کار را به زور سرم انجام دادن نمیتونید. ما همراهی و عروسی نمیکنم. میخوایم درس بخونم. چی؟ تو میخوای مرا قاتل بسازی ها؟ کی گوشای تو را پر میکنه؟ این گپا را از کجا میشنوی؟ ما در طب کامیاب شدیم پدر. در طب. گفتی طب؟ تو چی میگی؟
ای چه میگه زن؟ شنیدینی؟ میگه دتب کامیاب شده. ما دکتر میشم پدر. خواهش میکنم مرا با وادم ندین. بانین که به استانبول برم درس بخونم. چی؟ ما تو را میکشم زنده نمیمونم. بچه زن دکتر میشی ها؟ میکشم زنده نمیمونم. میخوای دکتر شی؟ یک دکتر نشانه بدم دکتر میشی ها؟ بچه زن دختر راحت باد. زندگی ما که تو خود شد ها؟ اینقدر درد و غمی را که ما دیدیم او چی تو خود شد؟ زن خان صاحب موتر لالی را به خاطر چی به ما داد؟ به خاطر که این دختره با بچهش بکن حال ما به مردم چی بگویم؟ دکتر میشی ها؟ دکتر میشی دودم؟ دکتر میشی؟ باشی زن باشی تو برو بیرون شو برو حالا دیگه گم شو تو بیرون شو برو حالا برو بازا ما تو تنها مانده گپ بزن همراه بچه عروسی میکنی یا نه؟ جواب بده. من درس میخونم. چی؟ ما همراه کار دارم اینجا بیا برو درس میخوانی؟ دختره به چشم رو درس میخوانی؟ عروسی نمیکنی ها؟ برای چه درسی نشان بتون салом дӯстони азиз. дӯстон, барои пешрафти кори мо обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.